درود و سلام بیننده های عزیز، امیدوارم هر کجای جهان که هستین حالتان خوب باشد. در کنارتان هستم با برنامه های متفاوت، طرز فکرهای متفاوت و اندیشه های جدید و همچنان برنامه های پر از نکته های ارزشمند. حتی لحظات پیش رو داریم که شاید نگاه ما را به زندگی تغییر دهد. در نخست امروز میزبان یکی از بانوهای توانمند و یکی از اسیستان‌های فن بیان و دانش آموزان مرکز آموزشی بهزاد می باشیم که روی موضوع مهم میخواهند بحث داشته باشند، موضوع آگاهی و مسئولیت پذیری در جامعه. گلسوم جان ابراهیمی را امروز با خود می داشته باشیم. در نخست سلام و وقتتان بخیر، خوش آمدید. سلام خدمت شما بانو بهشت جان نازنین، بیننده های گرامی، امید که جور صحتمند باشین و دور از غم ها و مشکلات زندگی باشین. این جانب گلسوم ابراهیمی، یک تن از دانش آموزان کورس بهزاد و امروز در کنار شما هستم. تشکر. به عنوان اولین پرسش از شما میپرسم آگاهی اجتماعی چیست و چرا برای یک فرد مهم است؟ خب آگاهی اجتماعی یعنی شناخت و درک درست مسائل، موضوعات، مشکلات و ارزش‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم است که این باعث می‌شود فرد نسبت به محیط اطراف خود، حقوق دیگران، فرهنگ، قوانین و وظایف اجتماعی خود هوشیارتر باشد و فواید آن هم عبارتند از تقویت احساس مسئولیت نسبت به دیگران، احترام به تفاوت‌ها و ایجاد همبستگی و مسالمت آمیز و همچنان بهبود جامعه بر اثر رفتارهای مثبت و همچنان آگاهی اجتماعی بر رشد شخصیت فرد کمک میکند و باعث بهتر شدن جامعه میشود. خیلی تشکر، تعریف خوبی داشتین. به عنوان دومین پرسش از شما، یک مسئول در جامعه چه ویژگی هایی دارد؟ خب یک مسئول در جامعه وظیفه شناس است، وقت شناس است، در مقابل تمام کارها و اهدافی که دارد، تصمیماتی که میگیره پاسخگو است و یک فرد مسئول هیچگاه در مقابل اطرافیان خود و جامعه خود بی‌توجه نیست، یک فرد دلسوز و مهربان هست. خیلی تشکر. چگونه جوانان میتوانند با مسئولیت پذیری در توسعه جامعه سهم بگیرند؟ خب میتوانند با تحصیلات، کسب دانش، پشت کار بودن، کوشش کردن، احترام به قانون و نظم، مراقبت و محافظت از محیط زیست و مبارزه با فساد و بی‌عدالتی. خیلی تشکر. خب گلسوم جان، به عنوان چهارمین پرسش از شما میپرسم چی رابطه بین آگاهی و مسئولیت پذیری وجود دارد؟ خب بین این هر دو یک رابطه بسیار مستقیم و قوی است که آگاهی اجتماعی یعنی قسمت که گفتم شناخت و درست موضوعات، وظایف، حقوق و جامعه‌ای که در آن هستیم و مسئولیت پذیری یعنی آگاهانه عمل کردن. هر قدر که فرد آگاه باشد میفهمد که باید چه کار را انجام بدهد، چرا انجام بدهد و چه زمانی باید انجام بدهد. خیلی تشکر، خوش آمدید به برنامه ما و خیلی جوابای خوب داشتین. بهشت جان نازنین، اینجا دارم تشکری بکنم از خودت بابت اینکه بنده را به برنامه زیباتون دعوت کردین. جهان سپاس، از همصحبتی با شما خوشحال شدم و یک جهان تشکر از شما عزیزای دل که با مهربانی گوش کردین. همیشه شاد و موفق و خرسند باشین. بله. خب گلسوم جان، برای آخر پیامتون چی است بر جوانان؟ خب بر جوانان کنم پیام خاصی ندارم، فقط توصیه من همین است که در زندگی ما باید کوشش کنیم مسئولیت پذیر باشیم، کوشش کنیم یک فرد مفید بر جامعه و بر مردم خود باشیم. باز هم تشکر از شما که به برنامه ما آمدین و خیلی جوابای خوب داشتین. تشکر، سلامت باشین. خواهش میکنم. بیننده های عزیز، تا این دم از شما سپاسگزار هستم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی ما را ترک نکنید.